هنوز هم وقتی توی جمع بحث کمونیسم میشه کم میاری. تو این ویدیو میخوام کمونیسم رو به راحت ترین شکل ممکن برات توضیح بدم تا دیگه کم نیاری. تعریف کوتاه کمونیسم: نظامی که مالکیت خصوصی را رد میکند و به دنبال برابری کامل اقتصادی است. کمونیسم یکی از تاثیرگذارترین ایدئولوژی‌های تاریخ بود. سیستمی که میخواست نابرابری‌ها رو از بین ببره، اما خودش باعث بحران‌های بزرگی شد. از انقلاب روسیه تا سقوط دیوار برلین، کمونیسم سرنوشت میلیون‌ها نفر رو تغییر داد. اما چطور شکل گرفت و چرا فرو باشید؟ در این ویدیو داستان ظهور و سقوط کمونیسم رو به راحت ترین شکل ممکن برات میگم. ایده های کمونیستی از قرن 19 شکل گرفتند. کارل مارکس و فریدریش انگلس در کتاب مانیفستو کمونیست اعلام کردند که تاریخ نبرد بین طبقات است. ثروتمندان در برابر فقرا. راه حل مارکس: از بین بردن مالکیت خصوصی و ایجاد یک جامعه برابر. این ایده در پاسخ به بی‌عدالتی‌های انقلاب صنعتی شکل گرفت. جایی که کارگران سخت کار می‌کردند اما ثروتمندان روز به روز پولدارتر می‌شدند. در سال 1917 انقلاب روسیه اولین حکومت کمونیستی را ایجاد کرد. لنین و سپس استالین شوروی را به یک قدرت جهانی تبدیل کردند. اما با سرکوب شدید مخالفان و ایجاد اردوگاه‌های کار اجباری. بعد از جنگ جهانی دوم، کمونیسم در چین، کره شمالی، کوبا و اروپای شرقی گسترش یافت. غرب و شرق به دو قطب متضاد تبدیل شدند و جنگ سرد آغاز شد. اما کمونیسم با مشکلات زیادی روبرو شد. اقتصاد ضعیف، سرکوب آزادی‌ها و فساد گسترده. مردم در شوروی و اروپای شرقی به خیابان‌ها آمدند. در سال 1989 دیوار برلین فرو ریخت و 2 سال بعد اتحاد جماهیر شوروی از هم پاشید. چین مسیر خود را تغییر داد و یک مدل ترکیبی ایجاد کرد. کمونیسم در سیاست، اما سرمایه‌داری در اقتصاد. پس آیا کمونیسم به پایان رسیده؟ نه کاملا. چین، کره شمالی و کوبا هنوز حکومت‌های کمونیستی دارند، اما بیشتر کشورها آن را کنار گذاشتند. کمونیسم درس بزرگی که به ما داد اینه که ایده‌های بزرگ اگر در عمل جواب ندهند، دیر یا زود سقوط خواهند کرد. نظر شما چیه؟ آیا کمونیسم یک ایده خوب بود که بعد اجرا شد یا از ابتدا محکوم به شکست بود؟ کامنت بذارید و فراموش نکنید که کانال رو سابسکرایب کنید. تا ویدیوی بعد، بدرود.